خوش آمدی من خودت که خواهری قیامتی منو به حساب میروی. ما خدا نیستیم، ما اکا و خواهریم دیگه. سودی تینجی دیگه. چی گپو اینو کشیده؟ آخی راستی گپ چیکار کنم نمیدونم. آخی اینمی پیش خطونه که قده که اکا مسئولیت کنی اومدم. آخی هم دخترتان کلینی کلونی من دوستش میدارم. جانم در روی همه جانم در روی هم سی نویره نه که همین این اولی سال ششم باره کار کرده اومدی است. یا روشبیوی نمیدونم چیکار. دختری به عقله یقم سوی چی میگه خیش تورو چی میگن آخی بخدوی همین فقط فکر میکنم پیش نظرم با رحمتی و چاشت اما ولی شما پیش نظر میای هم قدر خوبی بدیم که زنک خوبی. او بویه کودکاشون هم قدوست میدارن هم بچم هم کیلن جونشون داری کودک هم قناسی میبینم که اگه شما هم با نیت قدشوی خونه ما اومدن یک گپ خوب گفتم که خمیرم باش دختر پوش گفتم با همین نیت اومدی خونه جانش داری کودکاشه نغزی میبینه که حقیقتش هم بچه‌م خنا نبیر اومدش میدارم آخه حیف نکنیم. من به جوونا رو میگم یک نصیحت شدیم یا راه شبیه این باش کمتر جهان دیده تر اینه که با تجربه زندگیتون زیادتره آخه التماس تو یک فکر میکنیم آخه خدا نمیدونم چی گفتم پیش کی مصلحت نمیدونم. یا مصلحت دارم همین دختر که اومد ولی میگه اومد من یک کمتر گیزلگی میکنم و قهر میکنم و اکد با یک گپ میکنم همون گپی مرا خودت آمتی راضی میشه انشالله کار نول علا نول میشود کار حل میشود فهمیدی؟ مالش چی کاری میکنیم بکنیم همین یک کاری کنیم کم زندگیشون خوب شود برای من دیگه هیچی در کار نیست. همین خالص دارم هیچی در کار نیست. این اخجام السلام علیکم ما آمدیم بین بیا که دخترک بیا السلام علیکم بابا را پیش بابا جانشتم السلام علیکم نغزی سوزی داری نبیره صدقه سوزی تینجی چو کده اومدیم بابا بیا علیشه جانی بیا بچه شیرینی می نبیره که بگی بخدای که نبیره خشلی آزوده داریم که و گفتی ماما چم خسلوه ای خسلو بگو همه ما خسلویم تم خسلو چاییم هم خسلو چاییم همه ما نمیخیلیم خیلی هم نداره کنی اومدی نغز اومدی خیلی اومدی برو بچه داری بچه جانی بچه خوبی است که ولی جیبچکت میخره بخیوری جیبچکت نمیکنم زندگی تمام دیگر مرا نصیحت وسط نکنید تمام اینا کودکم گرفتم اومدم کله واز میشال خیگه پنگو یک دو روز نبیرو قطعی من میستن کودکات واز میشال خیگه پنگو نه یگون کودک من نمیتم قطعی خودم میستم من دیگر با شوهرم زندگی نمیکنم. بسیار نه قهر کردم اومده باشی بسیار نه که ما پدری قبول میکنیم زندگی نمیکنی خودی شوهرت اختیارت زندگی نکنی اختیار نکردی هر قهر کردم اومدنم راستی گپ ای بای گفتی گپ پای مردم حاضر اندیشه کردم فکر کردم که خیلی میکنیم همین ما یه شرط دارم ما تنها همین دختر ما با همین قدا داده بودم شکنده تو قد دادم حاضی خانه ما گشته که آوردنت خدا توق آمده ای خانه ما خلاصه خدا توقع قبول میکنم با یک کودک شدن ما کار ندارم فهمیدی بگی خدا اینو کجا داره بگی بر این نویسای خدا مالش خدا اینم خیلی شرطه اگر ها بگن دیگه تموم یا این طرف یا اون طرف اینم آخه نبیروتو نکو تمام مثلا ما خدا گشته قبول میکنم نه که انا نبیروده ما کار ندارم فهمیدی کارشون ندارم بگی برشو من همش فهمیدم خدا همش فهمو خدا جان مالش خوب داری نبیرو مرا بکشه یا درست قطعی مامتون میسی نه میسی قطعی مامت نمیره خونه ایمو خونه‌تون بریم ما مالش خوب خیر نباشه علی شیرجونه کی مردم شان قیادش کتب کی اینجا اختر جان یا درست فکرات پریشونه خود با خودت گپ بزنی اینجا باشه یک چی باید اومد شما همین قطعی خدارمتی و چند بسیار ضرب المثل مقاله خلقی را میگفتین یک تایمو باید ماما راست او چه تیه خزینه تا پتیاب خیر کدام زمرو مثلا مقاله خلقی او چت باید اومدی تبا او درباره زنشو میگفت کو باید اومد خانه شوهره دارد اره شش پره دارد همین اینه دیگر است بکو خیر او رحمتی او چت نیاره میگفت زن شوهر جفتیگو یا یکی مرد دریا زن گیردو باز یک دیگه شم داریم است قهر زن تا خوش شدنی دوکه بانی قبله زن شوهر راست با یک دیگر هم داشت و چه با یادم ناومد با جنگ زنشو سنجکی داری خانه خندی دست میگو خیلی بچم همین گپات همه خیلی خلاصه میرارم که ای کردگی پشیمانی راست شب بگم خب با گفتی خدا رحمتی و چم تلخ باشه شور باشه خانه شو باشه میگم برا بچم فقط وقت میشه بچم خسلات نگه برا بچم خوش برا نولت مالش دیز برا